رفقای عزیز، توی این ویدیو قرار امواج الکترومغناطیس رو بررسی کنیم و نکات مورد نیاز برای تسلط روی این مطلب رو خدمتتون عرض کنیم. پس با من همراه باشید. رفقای عزیز، لازم میدونم پیش از بررسی امواج الکترومغناطیس مسئله موجها رو به طور کلی مورد بررسی قرار بدم. رفقا، موجها ارتعاشات، آشفتگی‌ها یا نوساناتی هستند که انرژی رو در محیط منتقل میکنن. حالا اون انرژی میتونه به شکل نور باشه یا هر چیز دیگه‌ای. این تعریف کلی و ساده ای از امواج بود. بچه‌ها، اگر این خطوط منحنی کشیده رو موج یا همون ارتعاش در نظر بگیریم، به فاصله 2 قله، 2 دره و به طور کلی 2 نقطه یکسان متوالی در این موج طول موج گفته میشه که با نماد لامدا که به این شکل هست نشونش میدیم. این نکته رو همیشه به خاطر داشته باشید که طول موج با انرژی رابطه عکس دارن. یعنی هر چی طول یک موج بلندتر باشه، اون موج انرژی کمتری داره و در عوض هر چی طول موج کوتاه‌تر باشه، اون موج دارای انرژی بیشتریه. مثلا اگه بخوایم انرژی این دو موج رو با هم مقایسه کنیم، این موج که دارای طول موج کوتاه‌تری هستش انرژی بیشتری از این یکی داره. پس تا اینجا مختصراً با تعریف امواج آشنا شدیم و میخوایم وارد بحث امواج الکترومغناطیس بشیم. به طور کلی اگر بخوام تعریفی برای امواج الکترومغناطیس داشته باشم، امواجی پیشرونده با طول موج‌های متفاوت هستند که با سرعت ثابتی منتشر میشن. این سرعت ثابت برابر با سرعت نور، یعنی 3×10⁸ متر بر ثانیه است. یعنی امواج الکترومغناطیس با سرعت نور در حرکت هستند. این امواج به ترتیب از بلندترین تا کوتاهترین طول موج شامل امواج رادیویی، ریزموجها، پرتوهای فروسرخ، نور مرئی، پرتوهای فرابنفش، پرتوهای ایکس و پرتوهای گاما هستند. همونطور که گفتیم بلندترین طول موج کمترین انرژی رو داره. پس بر اساس این شکل میتونیم بفهمیم که امواج رادیویی کمترین انرژی و پرتوهای گاما بیشترین انرژی رو بین امواج الکترومغناطیس دارن. اینجا لازم میدونم تعریفی از نور مرئی رو خدمتتون ارائه بدم. اولا اینکه نور هم شکلی از انرژیه که به صورت موج منتشر میشه. زمانی که نور منتشر شده از خورشید رو که نوری سفید رنگ هستش از یک منشور عبور بدیم، گستره‌ای پیوسته از رنگ‌هایی رو به دست میاریم که با چشم قابل دیدن هستن. به این گستره پیوسته که طول موج محدودی بین 400 نانومتر یعنی رنگ بنفش تا 700 نانومتر یعنی رنگ قرمز داره، نور مرئی میگیم. نتیجه‌ای که اینجا باید بگیریم اینه که تنها بخشی از امواج الکترومغناطیس که با چشم انسان قابل دیدنه صرفاً محدوده نور مرئیه و بقیه امواج الکترومغناطیس با چشم ما قابل دیدن نیستن. رفقا، همونطور که مشاهده کردید برای بیان اندازه طول موج از واحد نانومتر استفاده کردیم. نانومتر معمولاً برای توصیف ابعاد در مقیاس اتمی کاربرد داره و واحد بسیار کوچیکیه، به طوری که هر یک نانومتر میشه 10⁻⁹ متر. برای اینکه بفهمیم 400 نانومتر یعنی طول موج رنگ بنفش بر حسب متر چقدر میشه، به این شکل محاسبه میکنیم. عدد 400 رو اگر بخوایم به صورت عدد تواندار بنویسیم میشه 4×10⁻² که احتمالاً خیلی قبلتر باهاش آشنا شدید و الان نیاز نیست بازش کنم. گفتیم که هر نانومتر هم میشه 10⁻⁹ متر. از این رو عدد 4 رو که تک هستش مینویسیم، ضرب این دو عدد تواندار با پایه های برابر هم به این صورته که پایه رو مینویسیم و توانها رو با هم جمع میکنیم. پس نتیجه میگیریم که 400 نانومتر میشه 4×10⁻⁷ متر. 700 نانومتر هم دقیقاً به همین شکل محاسبه میکنیم که میشه 7×10⁻⁷ متر. سعی کردم توی این ویدیو بیشتر نکات مورد نیاز برای تسلط روی مبحث
امواج الکترومغناطیس رو پوشش بدم. امیدوارم که مفید بوده باشه.